اگر این فضای خودمون با خودمون به صلح برسه، به تجربه زیستن برسه، تا دورترین کهکشان‌ها ما تجربه زیستن رو میتونیم احساس کنیم. موضوع دقیقاً اینجاست، شاید هم نزدیکتر، حتی اینجام شاید نیستی، همین اینجا هست. تجربه زیستن خودمون با خودمون. خب قرار شد نگاه کنیم به لحظاتی که ما خودمون با خودمون زندگی نمی کنیم و اگر اونا رو شناسایی کنیم میتونیم بگیم خب پس بقیه‌اش رو داریم زندگی میکنیم. یه لحظاتی وجود داره که ما انسان ها زنده هستیم اما زندگی نمی کنیم. یه لحظاتی وجود داره که ما داریم منو رو میبینیم، عکس چلو کباب رو میبینیم اما خود چلو کباب نیست. و یه لحظاتی هست که خود چلو کباب رو داریم میخوریم. بیایم اون لحظاتی که زندگی نمی کنیم رو شناسایی کنیم. لحظاتی که داریم غر میزنیم، لحظاتی که داریم شکایت مداوم میکنیم، لحظاتی که داریم خودمون رو قضاوت میکنیم، لحظاتی که داریم خودمون رو سرزنش میکنیم، لحظاتی که مغز ما که مسئول محافظت از ماست مشغول تحقیر ما و تنبیه ماست. اون لحظات جزو زندگی ما نیست. هر چیزی غیر از اینا هست میتونه زندگی باشه. حالا ما از قضاوت خودمون، برندمون، کسب و کارمون، رفتارهامون، ظاهرمون، هیکلمون و همه چی مغزمون شروع میکنه با ما حرف زدن و بعد از اینکه این رو قشنگ تخریب کرد، این رو قشنگ با خاک یکسان کرد، خیالش راحت شد، تازه بعد میره سراغ پیرامونمون، بعد میره سراغ خانوادهمون، دوستامون، همکارامون، رقبامون، کشورمون، مسئولینمون، خارج از ایران، جهان و همینطور دورتر و شروع میکنه تخریب و قضاوت اونها. پس وقتی ما مواجه میشیم با یک کسی که در حال تخریب و قضاوت پیرامونشه، یادمون باشه اول خودش رو کامل با خاک یکسان کرده، بعد رسیده به پیرامونش.